همونطور که مطلع هستی 65مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در این نشست و در جمع مقامات جامعه جهانی چند پیشنهاد مهم برای حل مشکلات اصلی نظام بین الملل مطرح کرد. احمدی نژاد با تحلیل و کالبدشکافی حادثه 11 سپتامبر و موضوع انرژی هسته‌ای به ناکارآمدی سازمان ملل اشاره کرد و گفت علت ناتوانی سازمان ملل ساختار ناعادلانه آن است، چرا که با امتیاز وتو قدرت اصلی در شورای امنیت متمرکز شده و رکن اصلی یعنی مجمع عمومی به حاشیه رفته است. رئیس جمهور با تاکید بر اصلاح ساختار سازمان ملل به گونه‌ای که همه دولت‌ها و ملت‌های مستقل در مدیریت جهانی مشارکت سازنده و فعال داشته باشند، خواستار لغو امتیاز وتو شد. امتیاز وتو باید لغو شود و مجمع عمومی بالاترین رکن و دبیر کل مستقلترین فرد و تمام مواضع و اقدامات او با تأیید مجمع عمومی و در جهت عدالت و رفع تبعیض باشد. دبیر کل نباید برای ابراز حقیقت و اعمال عدالت تحت فشار قدرت‌ها یا کشور محل استقرار سازمان باشد. پیشنهاد می شود طی یک سال و در یک نشست فوق‌العاده مجمع نسبت به اصلاح و نهایی کردن ساختار سازمان اقدام نماید. آقای احمدی نژاد همچنین با انتقاد از رفتار تبعیض‌آمیز برخی دولت‌ها در مواجهه با مشکلات جهانی ضمن پیشنهاد اعلام سال 2011 به سال خلع سلاح اتمی و انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس گفت انرژی هسته‌ای مزایای صلح‌آمیز زیادی دارد و همه کشورهای عضو معاهده NPT حق بهره‌مندی از آن را دارند. معاهده NPT به تمام اعضا اجازه داده است که بدون محدودیت از آن بهره ببرند و آژانس موظف به حمایت و پشتیبانی فنی و حقوقی از آنها شده است. بمب اتم بدترین سلاح ضد بشری است که باید به طور کامل محو گردد. معاهده NPT توسعه و انباشت آن را ممنوع و خلع سلاح را ضروری شمرده است. اما ملاحظه کنید دارندگان بمب اتم و برخی اعضای دائم شورای امنیت چه کردند؟ انرژی هسته‌ای را معادل بمب معرفی و با ایجاد انحصار و فشار بر آژانس آن را از دسترس اکثریت ملت‌ها دور کردند و همزمان بمب‌های اتمی خود را حفظ کرده و ارتقا داده‌اند. رئیس جمهور به حادثه 11 سپتامبر و بهره برداری آمریکا از این حادثه برای حمله به کشورهای دیگر و توجیه همه اقدامات خلاف قوانین بین الملل خود نیز اشاره کرد و گفت پیشنهاد می شود سازمان ملل درباره 11 سپتامبر یک گروه حقیقتیاب مستقل تعیین کند تا بعدها عده‌ای اظهار نظر درباره آن را ممنوع نکنند. چند سوال اساسی بدون پاسخ مانده است. 1. آیا عقل حکم نمی کرد که ابتدا تحقیق دقیقی توسط گروه‌های مستقل انجام و پس از شناسایی کامل عوامل برنامه منطقی برای برخورد با آنها طراحی می گردید؟ 2. به فرض پذیرش نظر دولت آمریکا آیا روش برخورد با یک گروه تروریستی لشکرکشی گسترده، جنگ منظم و کشتار صدها هزار نفر است؟ 3. آیا امکان نداشت مانند برخورد ایران با گروه تروریستی ریگی که 400 نفر از مردم بیگناه ایران را کشته و زخمی کرده بود اقدام میشد؟ در عملیات ایران به هیچ بیگناهی خسارتی وارد نشد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اقدام زشت و ضد انسانی اهانت به قرآن گفت: قرآن کتاب آسمانی و معجزه جاوید پیامبر اسلام است که انسان را به یگانه پرستی، عدالت، دفاع از مظلومان و مبارزه با ستمگران دعوت کرده است و پیامبران الهی را تصدیق می کند. دکتر احمدی نژاد با اشاره به اعتقاد و باور قلبی همه انسانها به ادیان آسمانی و اعتقاد مسلمانان به قرآن و انجیل گفت: من به نمایندگی از ملت ایران به همه کتب آسمانی و پیروان آنان احترام می‌گذارم. شبکه‌های مختلف بین المللی سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل به طور زنده پوشش دادند. همزمان با آغاز سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تعدادی از شبکه‌های بین المللی و منطقه‌ای از جمله CNN، BBC انگلیسی و عربی، فکس نیوز، اسکای نیوز، فرانس 24 و الجزیره انگلیسی و عربی با قطع برنامه‌های عادی خود به صورت زنده به پخش این سخنرانی پرداختند.